نرخ و نوای گاو، گوسفند، گوساله، بز نظر به سال قبلی کدام تغییرات کرده یا خیر؟ همین گوساله 14000 برادر قند. این 14000 چند کیلو میاد؟ 11 تا داشتیم 5 تا مونده 6 تا سودا کردیم فضل الله. ماشاءالله کاری از این کاکای ما ان شاء الله میشه. یکم 25 مرتبه آنم 25 مرتبه. لزر نظر یو لزر داره نر دا کشه زده نر 5000 نمیشه؟ نه والا نمیشه 5000. شاخش رنگ کده چی کمال داره ایده؟ خاطری که رنگ کدین میگم گم نشه. میگم 65000. 65000. بله. یک ذره مال بلند رفته بود ولی فضل خدا بود خوب شده. ارزان شده؟ ها کم. نام یاد خدا با عرض سلام و خسته نباشید بیننده های عزیز در گوشه و کنار جهان که هستین. جور و صحتمند و سریال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. دوستان عزیز باز هم من شیرین آقا شیرزاد در خدمت شما قرار دارم. امروز در مندهی و یا مال بازار ولایت کندوز هستیم. آمدیم نرخ و نوای گاو، گوسفند، گوساله، بز نظر به سال قبلی کدام تغییرات کرده یا خیر؟ البته شما برنامه پیش دیدین، تقریبا 2 ماه پیش ما از اینجا برنامه صرف کردیم. قیمت بود. آیا در سال جدید ببینیم که نرخ و نوا چگونه است؟ تغییرات کرده یا نه؟ ارزان شده، قیمت شده؟ دیگه در 4 طرف ما اینمی تو گوسالگکای همه تو خرترک از 5-6 ماه و 1 ساله و از اینمی دیگه به خیر خوبی نرخش میبینیم تا از چوچه شروع کرده تا کلانش میریم دوستان. السلام علیکم. سلام علیکم برادر خوب هستین؟ خیریت هستین؟ الحمدلله زنده سلامت باشین. سلامت باشین. اسم شما؟ اسمم جمال خان است از ولایت قندوز. فعلا در مال بازار تشریف داریم. خب بسیار خوب. خودت جلاب هستی یا مال آوردی میفروشی؟ چه رقم یک سال است؟ والا خودم جلاب هستم برادر قند. چند سال میشه شغل جلابی را پیش میبری؟ ما از پدر جلاب هستیم. بیخی دیگه هم تو از پدر گفته اگام تامت نسلی؟ از نسلی است. سلامت. چی کردی امروز بخیر؟ خریدی فروختی؟ والا دیگه خریدیم هم فروختیم هم. چند تا خریدی چند تا فروختی؟ یک طرح خریدیم دیگه اینجا موندگی فعلا تا سودا نکردیم. بازارا مزمی خرترکا را میگیری؟ دیگه این کار ما خرد است. چطور از نظر به سال قبلی تغییرات کردن می سر گوساله دیگه؟ این گوساله است بله چرا تغییرات نکرده؟ کل منده تا چند بجه را می باشه؟ نه 12 بجه تا 1 بجه کنیم بجه 2 بجه است. بیا ان شاء الله که همین برات سودا شوی. چند است قیمتی از این؟ همین گوساله 14000 برادر قند. این 14000 چند کیلو میاد؟ در گوش که بگی کس پورا کردن نمیتونه. اینا مردم میخره نگاه میکنه چند مدتی که فهمیدی چاق شه باید سودا کنه. ولی 14000 قیمت نمیشه؟ نه خو 14000 ما بای کده میره فهمیدی خودی ما 13000 خریدش است. یعنی اگام تا اگام 500 جانا ما میفهمید یک 500 200 حلال بده شیر مادر میتونیش. بعد از اون میخیازو واسه دیگه هر کسی نصیبش. این دیگه هم از خودت است؟ همین هم دجا خود ما سو بابه میشه. خب بریم پیش هم بابا. بریم مهربانی است. السلام علیکم. سلام علیکم استاد. کاکا جان شما خوب هستین؟ جور جور است. سلامت باشین. اسم شما؟ اسم ما خیرالله. کاکا خیرالله. چند سال میشه که مصروف همین جلابی هستی؟ از 13 ساله 14 سالگی ایشون جلاب هستیم. خب جلابی گاو بودیم، گاو سر دادیم، ما نه گوساله بازار.
در گوساله در گوساله آمدیم. یعنی اینا رو میاریم 400 500 غریبی میشه. باز یک چوچی پوچی ما یک 5 تا نان میشه خلاص. در گاو فایده زیاد بود یا در گوساله؟ در گوساله خوب است. 200 میمونه این خوب است، لیکن 5000 10000 توان گاو مشکل است. خب نگاه توان کردیم در این. این هم 10000 میگیری اگر توان هم کنی هم 400 500 توان. 500 توان میکنه یا 500 مفاد. این دیگه شکر است. در گاو 10000 توان میکنه. والا او گپ تو ده توان میکنه. کلان است 50000 یک لک میگیری مجبور کی توان قبول کنی. در فایده اگر بشینی پیسه فایده را میخوره حالی 50 را بخر سبوز بخر گاو میخوره. این میخطرید پرداز بس. این چارش میشه خورده است. کار بار چطور است کاکا؟ بسیار خوب است، فضل خدا و مهربانی الله بیخی دیگه خوب است. برادر ما گفت یک ذره گفت سودا و فروخت نیست. دمی وقتا بگویم کم سودایی است. پیشا خوب است بپیچه. مردم که سر پیسه شد باز حتما دست میندازه میخره دیگه میخره. اینه بخیر یک دسته ما بعد می گندم ما یک برایا پیسه میشه مال ما پیسه میشه. شکر است. همین که جان ما جور است خدا را هزار باشه. با شکریت خدا است. ای با شما واری جوانا که ما شکر میکشیم الهی شکر شاد میدیم هم شکر باشه. امروز چند تا خریدی کاکا؟ امروز یک 11 تا داشتیم 5 تا مونده 6 تا سودا کردیم فضل الهی. ماشاءالله کاری از کاکای ما ان شاء الله میشه. ان شاء الله شدنی میشه. نظر به سال قبلی سر همین گوساله کدام تغییرات یا ارزان شده یا پیش بگو میتونم تو را میخریدن تا 9 8 این حال اینا 13 14 13 و نیم این میخواست. سلام آقا نکنید. چند ما میخرم یا چند زراعتی چند 22 جور بخیر خوب است بخیر 22 بله ای کاکای ما 10000 میگه تو 22000 میگه برادری که است وطنی است یکی است زراعتی است این رسایکو او رسایکو بسیار خوب شوخی کردیم ما هم یک 14000 گفت فکر کنم کاکا این چطور است نظر به می چند سالی که خودت کار میکنی یا وطنی است وطنی اصل وطنی است این گوساله کاکا چی کمال است که یک لغت کنی تو میشه جون اینا وای ماده گوساله است دیگه بیچاره دیگه یا ما زور داد این زورش هم میخواد از زور با بالا گو یک باره که برداشت امور میکنی نبرداشت هیچ گوتی کدام میگه آخر بشی بارو بر یا بار پیش خر بیا یک قصه همیز یعنی گام کلش سر همیز گپ سر همیز ایرا چند گرفتی خودت ایرا قای مادرش گرفته اولی را به مادر کردی ایرا به مادر کردی شیر خورده گاو شیر خلاص بود ایرا چند گرفتی ایرا 19 خریده 19 خریده یعنی 1000 فایده دیگه 1500 که فایده کرد دیگه میزنیم میره پشت کار خودش چطور از باز کار بار خودت والا خوب است فعلا خوب است 5000 خوب است نه 5000 کجا شد 2000 و 2500 و 500 خوب است خیلی شریک خدایی کار نباشی نمیشه دیگه شریک که نشده کسی مالم نمیده که بغرضی میکنه یکی خریدار میشه و نفر میکنیم دیگه سودا میکنه خیلی سلامت باشی بریم طرف همین گوای شریک هم قیمت ازرم کاکا جان خدا جان جون سلامت باشی تو هم بریم دوستا طرف گوای شیرین یا گوای گوشتی هم یک ببینیم گوای گوشتی رو بره اوسو دوستای عزیز دیگه اینجا فکر کنم گوساله بازار هستیم چهار طرف میبینید همین تو گوساله است که شیرینی السلام علیکم شما خوب هستین گوای گوشتی کو ببین لکس زدنی چند از زدنی این زدنی بیادرخان 25000 یک گپ فلومرداری داری چانه نمیزنیم ما 25000 بله نسلی کدام نسل نسل وطنی است خوب مال است همه تو شوقی مال است نرس یا ماده نرس نرگوساله این گوشتی از یک گوسفند کنه بالا است یا نه دکا میکنه بالا این کاکای ما بگه بیتی بالا این که بالا بگه دیگه خوب هستی کاکا درست بخیر هستی خوب است جان جور است بخیر به گفتی سلامت گوشتی از گوسفند کنه بالا است شیرمست هستی ای گوسفند که بالا نه بالا است ای برا کدر که کمزور است پایین است برا گوشی نلغاس شیرخور 25000 این قصاب بخره فایده میکنه والا دیگه او را خودی قصاب میفهمه اگر نگاه کنی چی نگاه کنی مال نگاهی این مال نگاهی که هر چقدر نگاه کنی روز به روز کلان شدن میگیره یک دامدار اگر ایره بخره نگاه کنه باز اگر فایده کرد میکنه 100% خودت هم گوساله نگاه میکنی یا جلا من میخرم سودا میکنم نگاه میکنم در خانه شوقی مال هستم یک 5 6 تا هست خوب است یعنی چند روز در بازار نیایی که بیم تو دق شوی
والا دق نمیشه موقع کار داشته باشیم یگان سینه بهم دق نمیشه ولی یگام تاس بیخیام تو مرضی شده تا اینجا نیایی تو کار رقم نفر است علم گرد و خاکی مال بازار کی از عملی میکنه نفر 100%. خیلی ما بریم طرف همین گوای گوشتیش یک معلومات از دوستا بگیریم. اینجا دوستا عزیز دیگه اینی تو گوسالای هم تو ناز از دیگه دوستا خوبش 4 طرف همین تو گوسالا خوب هستی کاکا؟ صحتت خوب است جان جور؟ اسم شما چی است کاکا؟ اسم ما سید محمد کارتون. کاروبار چطور؟ کاروبارم بد نیست خوب است میگذره شکر است هزار بار شکر میکشیم. همیشه روزای بازار دیگه میشه. همیشه روزای بازار میم همیشه همینجا هستیم. اینجا دیگه یک ذره نوشابه و آب و این مدنی از نشابه است انرژی از اسکولی تلمینو است که مسلمان میاد یا هم میخره میمونیم یا آو میگیره تشنه شد انرژی میگیره آو میگیره مثلا رزاست میگیره آبی میوه میگیره هر چیز دلش رفت میگیره میخوره. خیلی بسیار خوب گفتیم یک اولت بگیریم. تشکر زنده باشید موفق باشید. میریم طرف گوسالای گوشتی شما در ادامه باشین دوستان. دوستای عزیز میده دیگه طرف جوانگاو آمدیم گوای گوشتی کسایی که به خاطر گوشت میگیرن به حساب قربانی. خوب هستی کاکا؟ الحمدلله صحتت خوب است؟ بخیر سلامت باشی. نام خدا میتک چیزا پوشیده برد های چی کنم دیگه کالا بی نماز میشه نه؟ کاروبار چطور است؟ الحمدلله خوب است. اسم شما؟ اسم حاج شاه محمد. حاجی شاه محمد. چند سال میشه مصروف یعنی جلابی است؟ یگان 15 سال میشه. 15 سال. بله. نام خدا دیگه کلش از خودت هستین؟ شریک هستین؟ نه همینجا چند دانه مسئله. کلش ایمان است. اگه این کلش های خودت باشه خود دیگه کلان سرمایه‌دار هستی. بله. چند تا خودت داری؟ آره پیلن 2 تا دارم دیگه. ام دیوالا دیگه دارم. ام دیوالا زیاد است. نام خدا اینا رو در کجا نگاه کرده ای هفته و ندیده اینا؟ اینا سایه نگاه شدگی است نه؟ اینا نسل کجاست دیگه؟ اینا بسیارش در قلعه‌زار است. ارچی است امام صاحب است. طرف گوردپه 14 است همسون است. بله. از کجا زیادتر جمع؟ نه خاله به قلعه‌زار رسول است قلعه‌زار جمع میکنم زیادیشه. در چند بازار خودت میری در چند اولسوالی ها؟ اولسوالی فعلا در 2 اولسوالی بگم دیگه امام صاحب در قلعه‌زار در قندوز. نظر به اولسوالی امام صاحب قلعه‌زار کدام جای ارزان است؟ پیلن ارزان است. پیلن هم منطقه ارزان است. همینجا زیاد میاد جمع کرده میاد چند اولسوالی چند ولایت میاد اینجا. حالی همی چند است اینمی؟ همین 65000. 65000. بله. نرگوسالا است. ایره گوسالا بگیم یا گاوالی؟ نه گاو بگیم دیگه دندان کنده دیگه گاو بگو دیگه. گوسالا را خود طرف دیدم میخه دیگه تقریبا جوانگاو بشه. اینو در قلبه هم کار میتن؟ قلبه کار میته ایش کار میته ایش کار نمیته اینش. هر دوی شگانی ازی کده بود تقریبا بلند است این نسل دیگه است نسل وطنی است این نسل زراعتی است. وطنی ما دیگه هم تو سخت قایم است. بله بخیر 65000 این که قلبه را زورش نمیرسه. ایره روز 70000 بای کرد ما 80000 بای میمونه. این باز 5000 از او کده بالاتر. بله بالاتر از گوشتش بالا است از این. یعنی نظر به سال قبلی یک ذره قیمت شده این سال تقریبا 20000 سرگاه بالا شد 20000 15000 که بیخی گارانتی. خیلی هیچ کس سال او خگاو هم خریدن نمیتونه. میتونه چی کنه دیگه وظیفه است نه؟ ای چی غریبی جلابی غریبی میکنه؟ بله کم تو میکنه قنیز رو مقصد روزمره پیسه میمونه. ولی 65000 یک نفر بگیره چه وقت نگاه کنه که 80000 رو سودا کنه. 8000 که نمیخره ما 65000 بای میمانه میره کمتر میگیره بس مقصد یک تا قربانی رو نگاه کنه 70 میخریده. اوه خب 5000 میخره 5000 زیاد میخره الا ما 65 میگم 65 نمیخره بعد بای میمانه 65 گفته شاید یک 60 دلت باشه بتی دیگه. دل من واس
یعنی یک نرخ بالا میمونن دوستان بعد از اون باز میان دیگه یک چنبازی هست دیگه در بله، مملکت ما یک چنبازی که نباشه دیگه حلال نمیشه. نه گرفتن نفر گفت 100 روپیه ازان میخوایم گفت تلاش میکنه سودا کرد 100 بالا سودا میکنه گفت تلاش میکنه. اینم اینا دوستای عزیزی بده گوسالای گوشتی بریم طرف گوای شیری نرخ و نوای اونا رو هم ببینیم در آخر اگر کدام پیام گفتنی داشته باشی. نه زنده باشی مقصد وطن آرام شوه. وطن خو ماشاءالله آرام است. اما صحیح است دیگه چی کنیم دیگه بازه. فعلا دیگه آرامی است که بیروبار است. اگر جنگ باشه حالا اگر مرم دیجا ببینید تو خوب است. مرا خریدست دوستای عزیز بریم طرف گوای شیرین. سلامت باشید. شما در ادامه باشید. دوستای عزیز آمدیم طرف گوای شیری ببینیم اینمی گو کدام نسل است و چقدر شیر میته. این در کنار همین کاکای ما قرار داریم. السلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شما خیریتی است؟ سلامت باشی. اسم شما؟ اسم من محمد موسی است. محمد موسی. چقدر وقت میشه که می جلاب هستی؟ ما یک 4 سال ما اینجا جلاب میکنیم. این سال مایده کدر هستیم که توکل ما به خداست دیگه. در فایده خدر است مونده یا نه؟ میشه روز تیری است دیگه. اینجا که حال فعلا یک روز تیری است. بسیار خوب. این گاو خودش نسل کجاست؟ این فرانسوی است. فرانسوی. بله. این فرانسوی دمیجه به دنیا میاد و از فرانسه میاره. والله دیگه او یعنی پیچکاری است دیگه کل گپا یعنی گپ دم پیچکاری. بله. یعنی تولدش همین افغانستان است. تولد افغانستان کابل است دیگه اینه. بسیار خوب. قیمتی از چند است؟ قیمت از 1,40,000 گفتیم دیگه. 1,40,000 میگفتگی چقدر شیر میکنه؟ شیر کم 25 مرتبه نمی. 25 مرتبه. دوستای عزیز 25 مرتبه دیگه خیلی شیر است. اگر به حساب گلاس حساب کنید گلاس دیگه باز زیاد میشه. دیگه یعنی 150 شاید شود. اما خمیشه 150 که نمیشه 120 گلاس میشه. حساب گلاس. به حساب گلاس یک مرتبه 2.5 میبره. 3 گلاس. 3 گلاس. این دوستای عزیز قیمتش چند است؟ 1,40,000. 1,40,000. 1,40,000 اگر یک آدم بخره میتونه از طریق از یک روزگار خانه‌اش پیش ببره از طریق شیرش میبره. ها چرا نمیبره؟ 120 گلاس شیر کنه 60 گلاس مصرف خودش دیگه. مصرف خودش. اشکاب سیو میشه است. اشکام سیو میشه است یعنی 3 چوچک داره. بله. چقدر وقت میشه خودت نگاه میکنی؟ ایره تقریبا یک 4 ماه شد دیگه. 4 ماه. این چوچا پیش خودت دیگه شده. بله. ولی چوچی از چی گفتم میشه؟ هم فرانسوی؟ دیگه یا فرانسوی است دیگه. اینا کلان هم پیچکاریگه کیست؟ بله. بسیار خوب. کدام پیام گفتنی داشته باشید؟ خیر زنده باشی. سلامت باشید. بریم دوستای عزیز طرف بزرگسپند شما در ادامه باشید. عزیز آمدیم طرف گوسفند بچم که ایره دیگه چی گوسفند میگن؟ قرقولی میگه؟ عربی میگن دوستای عزیز. ببینیم که نرخ و نوای اینا چه دوست و کدام نسل است دیگه. بریم طرف کاکا. سلام علیکم. بخیر. جوړه ماما جوړه په خیر. دا بازه درته ونیسم دا ساده تیر دا او ساده تیر. کاروبار دی به څنګه دا؟ کاروبار ستې ده. سودانه اوریان لري. دا شل دانې دي. دا کوم اوریان دي تا ویلې؟ دا یک ساله دی. یک ساله. یو کلن. بیا دا کې پارسی وای. یو کلن. کاروبار څنګه دا؟ کاروبار صحیح دی. سر بخیر ګرانی ده صحیح. ګرانی ده. دا اوس قیمت په سودا. دي دا لازر نظر یو لازر دا رقم نر دا کشه زده نر لاس دا رقم یو دی لازر او څنګه په یو لازر خرڅیږي لازر خرڅیږي نظر خرڅیږي ګاډ وړدن او دا خایدا اوس عربي شو لاسو دا عربي کې بیا خلمي مور ورته وایي خلمي دا نه دا بیا خلمي ورته و دا شم بیا عربي ورته وایي و دا شم
ده به ده ګډ وډ دي ګډ ګډ وډ خیر دیخي هغه عربي استای د خو عربي هغه بیخي ګران هغه 12000 منجلار ساغه وریانو ته چې هغه نور خمونه کم پیام کم وینا ولري هغه تر 12000 کم نه در به یا او هغه عربي لاړ بس یا ور یو د نرخ وطندارانو ته ور وشي معلومات یو او دا چې دی د لزر نیولې د نظر نیولې یاره تر نظر کم نسی در کولای صحیح ده ورو کم نسی در کولای که پورته در کی کم نسی در سلامت باشه خب دوستان عزیز بریم طرف برا ببینیم برا چطور است یعنی اینجا دیگه کوکوی ما بدر سرگردان ششتگی جور هستیم بخیر هستیم تقلا زیاد خوب است سرگردان شورام هستیم بخیر هستیم برا سودا نمیشه چی رقم کنید همین تو چور زده رفته فقط بگویید که کل همین کشتی‌های دریا والا کشتی‌ها دریا بدتر است بخدا اینا برا 6000 خرد مال 3000 طلب میگیره 39000 طلب میگیره چی رقم کجا بریم نه خود 3000 خود قبول که 3000 طلب میگیره ما خور روز اومدیم همینجا اکبر با 5000 نمیشه نه والا نمیشه 5000 نه 5000 نمیتی خوب نه خب با 5000 میتونم با نصف میکنیم نه چند خریدی گفتی 6000 خب بسیار خوب ایرا کدام برا میگنی کدام نسل است این برای نسل ترکی گوسفند عربی ترکی است اون اورم یک تا عربی گفت ایرا عربی میگه او خلمی است او خلمی است این ترکی گوسفند است اصلی گوسفند است اینا دیگه کلی برا است دیگه برا فروش هستی تو برا فروش هستیم بله برا فروش قریب ولی یک 5 6 تا شما خریده بودیم قیمت گفت قیمت کلش یک بای از یار کدامش با خودش هر کدام با خودش بای داره باز 5000 است 6000 است همین 69000 است اینا باز تا میری قربان اگر نگاه کنی قربانی میشه نمیشه نه این با سال آینده میشه با این سال نمیشه نمیشه نه هیچ کدامش نمیشه هیچ کدامش نمیشه نه اینو چه وقت است اینا 3 ماه است 3 ماه مقدار شده 3 ماه از این کلان است 6 ماه شده قربانی میشه 6 ماه هم اینا باز خوب کلان شده میشه اگر نمیشه اینا ارزان ترین از اینا چند است ارزان ترین از اینا 4.5 است قیمتش تو 7000 قیمتش تا 6.5 تا 5.5 همطور است اینا دوستان عزیز شد برا بریم طرف هم گوسفندای کلان دیگه بالا شما خداحافظی میکنیم خدا پیام گفتنی داشته باشین پیام بخیر گفت سلامت باشین آرام باشین مرا میگستم خریدارا از اون روان که برای کابل و یلمند و جلال آباد میبینن بگو که بیا بخره بیا اینکه برای ارزان شده قندوز برای 5000 5500 6000 برای خوبه میته دوستان عزیز دیگه بیادر ما صدا هم کرد خب بیان بخریم خب دوستان عزیز مایده اومدیم طرف گوسفندای کلان که ببینیم اینمی نرش چند است اینجا ماده هم دارن مادهش چند است سلام علیکم علیکم سلام برادر جور هستی خوب هستی اکا بخیر هستی خیرت نیست بخیر هستی جان جور است بخیر باشه آرام باشه یکم 2 ماه پیش ما تو اونجا دیده بودیم بازم یک سال بله دیده بودیم همیشه همینجا هستی همه بخیر هر وقت همینجا هستیم هر بازار همینجا هستیم به بازار هم هستیم در روبروی مال بازار یا دکان داریم هیچ خطایی نداره کسی پیسه را نمیمونی اسی سو کسی که کار داشت میاد دیگه ختم خیراتی که نظر با 2 ماه پیش که ما تو برنامه صف کرده بودیم تا بالی چقدر تغییرات کردیم والا تغییرات کرده خود امی رمضان هم بود یک ذره مال بلند رفته بود ولی فضل خدا بود خوب شده یک ذره ارزان شده کم تو مال گوسفندا ارزان شده کم تو مال گوساله و گاوا خود دیدیم گفت قیمت شده نه گوساله کاش پیدا کرده و نگاه میکنن برداختی میکنن یکی دندان کفاندگی به خاطر قربانی بود ایال مردم میگیرن نگاه میکنن آماده میکنن ولی چند است این گوسفند خو ما 17 و 18 پای میکنیم دیگه خریدنش 16000 15500 پیسه دادیم این کوچ گفتم میشه اینا بگیری یا پارسال است دیگه اینا رو مردم خاطر گوسفند میگیره دیگه یعنی بعد از کشتن هم میشه کشتن خو میشه دیگه کشتن کم خوردش هم میشه گلگش کشتن هم میشه بسیار خوب او چند است ایش چاق و لاغر ایش یک کم تم لاغر است بایش هم بود فرق میکنه چقدر فرق میکنه این یکم 2000 فرق میکنه ای 18 ای 16 یکم تا یکم زره چنه منه بزنه چنه که بزنه تا آخرش دیگه 14 و 14 و نیم میشه دیگه او کم نمیشه دیگه جای فروشش ایش هم اگر چنه دیگه خیلی فکر میکنم 16 2000 برادر پایین دیگه برام داریم اونجا دیگه 12000 هم است 8000 هم است تا 10000 هم است اینمی چند است یا ایره 13 پای میکنیم 11000 11500 سودا میکنیم ایره ولی پشمی میگن
او کمتون پاشم دارم پشمی ترکیه است. بعد اینیا برای امسال است. این بارا که از برای امسال زمستان است. این نام خدا کلان کلان شده کو. این بارا را برای تو نشان بدیم. برای عربی است. هر کدامش یگام یک سر دنبه داره. یک سر زیافتر داشت. یک سر زیافتر داشت. نداره که دوست داره. یعنی رقم گوسفند بخریم. این مالکات در نگاه کردن هم خوب است. پیش بیادرت کسی این تو مالکات ما شوقی هستیم میگه مال خوبش بگیریم یک وطن که میای بیادر دش خیر ببینیم. خب بسیار خوب. اینا را 10,000 گفتی؟ نه یا 11,000 خودی ما خریدیم. 22,000 جوری شد. 500 فایده را دیگه بعد اما 500 و 400 و 1,000 برابری است دیگه سودا 300. یک دونه بزم داری همونجا؟ یک بزم یک دونه. قیمتش چند است بزم؟ قیمت بزم که 8.5 بای میکنه میره 6.5 خریدیم. 6.5 خریدی 11.5 بای میکنی؟ نه 8.5 بای. 8.5 بسیار خوب. ما گفتم 6.5 خریدی 11.5 بای. نه بای بهش بای میکنی. خب بای میکنن دوستای عزیز باز جرامت دیگه اون داره چیزی که ما بگم تو کای میخری میگه که این کمیشن نه جرامت داره. خیلی خوب یک چند دقیقه وقت تا گرفتیم دیگه. قربان شما زنده باشین. امروز قازارت نمیتیم هوا گرم است. در آخر اگر کدام پیام و گفتنی داشته بس قربانتان بیادر خداوند می تو آرامی را بیاره بیادر آرام باشن فهمیدی خداوند می تو آرامی را داشته باشه که من همیشه بهم خبری طرف بگیرم تو هم به وطن داره یک معلومات بدید. دوستای عزیز طرف بز میریم دیگه همه تو خداحافظی. دوستای عزیز طرف بزا آمدیم کل شاخهایش هم همه تو رنگ کدگی است. ببینیم که اینا را چرا رنگ کده که گم نشه. صاحب از این خودت هستی دیگه فکر کنم. مرا خیلی اول همی دست تو خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ سلامت باشید. جانت جور است انشالله. ارزان شده؟ میخره بعد نیست. اسمت چیه؟ سفر. سفر بای. بله بله. خوب هستی دیگه؟ فضل خود دوستان شما خوب هستین؟ کدام نسل است همین بزرگ؟ این وطنی است. وطنی. بله. این شاخش رنگ کده چی کمال داره ایده؟ خاطری که رنگ کدیم میگم گم نشوم. امیدم یک مال اگه کات شوم میفهمم که مال از ماست. ولی اگه گم شو خب بیرنگ هم باشه گم میشه اگه برنگ هم باشه گم میشه. نه خب بعد آدم فکرش هست که مثلا میگم مال نشانی دارم. فکرت هست؟ خب. بله. خیلی قیمتای از این حال چندی است؟ 6,500 6,000 6,200 6,500 7,000 است رقم از بیادر 5,500 است. کلش همی تو یک قد هستی. فکر کنم همی کل شده یک وقت پیدا کردنی. یا دانه دانه میخری یا؟ ما 40 تا 50 تا 20 تا 30 تا یک تا دو تا بالاخره میخریم. از کجا جمع کرده میاری؟ اینا را بالا مرغاو میاریم فهمیدی از بالا مرغاو یزیده کجاست؟ فاریاب. آینده اوجا. از سرحد ترکمنستان میاریم. اینا دوستای عزیز از اوجا میاره در اینجا براتون شما بیاین خریداری. 6,500 بابا خوش. ها. چند میخرین؟ امیر 7,200 بده. خب ولی 6,500 7,000 6,200 5,000 هم داره؟ بله ها. 5,000 هم داره. دوستای عزیز یعنی بز نور نوای بزم دیگه شما دیدین در آخر اگر کدام پیام و گفتنی داشته باشید جان کدام پیام و گفتنی داشته باشید یعنی ما گفتنی بیادر که ندارم دما باشه میشنویم. قربانت سلامت باشی. بخیر باشی. کدام چیز قربانت شم تشکر خیر ببینم موفق باشی بخیر. خب دوستای عزیز این بود گزارش امروز ما از مواشی ولایت کندز که تقدیم نمودیم تا گزارش‌های بعدی ما. شما را به خداوند یکتا و بی‌همتا میسپاریم. لایک و سابسکرایب چینل ما را فراموش نکنین. خداوند یار و مددگارتون.